سلام آقا، میشه امروز تست بدم تو تیمتون؟ نه آقا دیروزم همینو گفتم تیم ما تست نداره. بازیم خوبه، به خدا رو بزن لباس عوض کنم. چقدر پیله ای تو، برو یه لباس عوض کن. سلام خوبین، اومدن تست بدن تو تیم. من علی خانی ام دیگه. اوه آقا علی خانی، شما قبولی برای چی اومدی؟ جدی چجوری قبول شدم؟ بابات قبولت کرد. پول اینا. آقا ببخشید ما لباس عوض کردیم، میشه گرم کنی؟ این چه وضعیه؟ این چه کفشاییه؟ آقا پول دستمون بیاد میخوایم با بازیمون جبران میکنیم. آقا از کجا شروع کنیم؟ چی؟ ها چه کفشایی داری؟ مرسی پوپر راگتوه. یعنی چی؟ برندش دیگه نمیدونی شما؟ آره برو اون گوشه شما گرم کن ما یک نه گرم کنم باش. خوب بود آقا. بد نبود ولی نگاه کن یه سری چیزا از فوتبال مهمتره. بعد تمرین رو بهت میگم برو لباس عوض کن. مهدیار جان اینو میفرستم با هد بزن تو گل. یس گل ایول. ولی من نزدم آقا. عزیزم تو استعدادی، همین که با استعدادی رفت تو گل خودش گله. اما برای جلسه بعدی هم بیایم دیگه. ببین استعدادت عالی بود ولی تیم به یه چیز دیگه نیاز داره. آقا ما تو بازی‌ها خیلی غیرت می‌ذاریم برای تیم، نگران نباشی. بابا الان همه چی پول شده، چقدر میتونی پول بدی؟ آقا ما اگه پول داشتیم کفشا پارمون عوض می‌کردیم، تو اون پسر پولدار ما نخندیم. خسته نباشی دیگه. من برم، فقط من انتخاب شدم. آره تو از اولم انتخاب شدی. فقط یه سوال، چی باز پول میخوای؟ شماره 7 میخوای یا شماره 10؟ من 11 رو میخوام. من نعمت جنیانم. داداش بشم من بازوبندم گذاشتم تو کیف. جدی کاپیتانم آره شدم. کاپیتان مایی. خیلی بار سنگینیه ولی باشه.